الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، به ما سوال آمده است که آیا جین در حقیقت به جسم انسان داخل می شود یا نه؟ بارک الله فیکم. البته داخل شدن جن ها به بدن انسان ها ثابت است به کتاب و سنت و به اتفاق اهل سنت و الجماعت ثابت شده است. و در این مسئله، در مسئله داخل شدن جن بر جسم انسان، غیر از فرقه بدعتی معتزله دیگر فرقه مخالف نبرآمده است. البته فرقه اینچنین رافضه و غلات صوفیه اینها هم این مسئله را رد میکنند، اما دیگر فرقه در این مسئله مخالف نبرآمده است. پس بارک الله فیکم، این به اتفاق اهل سنت و جماعت است و دلیلش از قرآن و سنت است که جن به انسان داخل می شود. چگونه که در سوره بقره آیت 275 الله سبحانه و تعالی می گوید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. آنانی که در این دنیا ریبا میخورند، به ریبا مشغولند، یعنی پرسنت خور و پرسنت ده و به همون پرسنت مشغولند، در روز قیامت از قبرشان نمیخیزند مگرم در حالتی که گویا که جن به اونها داخل شده است، شیطان به اونها داخل شده است. یعنی ریبا خوران در این دنیا، پرسنت خوران، در روز قیامت جن زده میخیزند، مثل که اونها را جن و شیطان زده است میخیزند. چرا که اونها گفتند بیع حرام است مثل پرسنت، در حالتی که الله تجارت را حلال کرد و ریبا را حرام کرد. در تفسیر قرآن، اولا پیش از این که تفسیرش رو بیان بکنیم، میگویم که برادران و خواهران، ما اهل سنت و جماعت یک قاعده داریم: قرآن را از پیش خودمان معنی داد یا که تفسیر نمی کنیم، به عقل خود، به فکر خود نه، بلکه قرآن را وقتی که یک آیت رو خوندیم تفسیرش رو از حدیث میبینیم و از اقوال علما و مفسرین میبینیم که از صحابه به ما چی نقل کردند. امروز سبب بسیاری گمراه ها همین است که گمراه شوی همین است که اینچنین، یا سبب بسیاری اهل بدعت گمراهیش این است که قرآن را به فکر خودش میفهمد یا به لغوی، فقط به لغوی میفهمد، به فهم شرعی نمیفهمد. این گمراه میشود. امام قرطبی در تفسیر این آیت در مجله سوم صفحه 355 میگویند که این آیت دلیل است بر فساد اعتقاد کسانی که انکار میکنند داخل شدن جن را بر انسان. یعنی این آیت دلالت میکند که به انسان جن داخل میشود و این آیت دلالت میکند به ناحق بودن عقیده کسایی که داخل شوی جن را بر انسان قبول نمیکنند. بارک الله فیکم. پس داخل شوی جن به انسان این حقیقت است. و ابن کثیر در تفسیر قرآن عظیم مجله اول صفحه 32 میگن، بعد از اینکه آیت رو ذکر میکنن و میگن که لا يقومون من قبورهم يوم القيامة الا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخوض الشيطان له. یعنی پرسنت خوران به پرسنت مشغول شوندگان در روز قیامت از قبرشون نمیخیزند مگرم به مانند کسایی که گویا که به اونها جن داخل شده است. پس بارک الله فیکم، این دلالت میکند که در حقیقت جن داخل شد. و از ابن عباس هم روایت اومده است که میگن اکل الربا یبعث یوم القیامة مجنونا یخنق. خورنده پرسنت ریبا در روز قیامت دیوانه از قبرش بیرون می شود. و در حدیث صحیح هم آمده است که امام نسائی روایت میکند از ابی یسر ان النبی صلی الله علیه وسلم کان یدعو، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دعا میکردند و میگفتند که و اعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت. ای الله، من به تو پناه میبرم که در حالت مرگم، یعنی در حالت جان کندنم، شیطان به من داخل شود، یعنی به من بازی بکند، دین من را فساد بکند.
عقلی من رو فساد بکند در حالت مرگم. و این دعا هم دلالت میکرد که داخل میشود. و ابن تیمیه رحمه الله در مجموعه الفتاوا مجله 24 روم صفحه 276 میگن داخل شدن جن به بدن انسان این ثابت است به اتفاق اهل سنت و الجماعت، چخیلی که الله سبحانه و تعالی در سوره بقره آیه 275 میگوید الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا. این آیات رو دلیل میبرند، یعنی کسایی که به ربا پراتسینخوری مشغولند به همین عمل دست میزنند در روز قیامت مثل جین زده دیوانه از قبرشان میخیزند. و حدیث صحیح رو باز دلیل میگیرند، از این حدیث استدلال میارند و میگن که رسول اکرم صلی الله علیه و آله گفتن این شیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم، شیطان در درون انسان جاری میشود، میگردد در همون جاهایی که خون میگردد، یعنی در درون رگ. عبدالله پسری امام احمد ابن حنبل، عبدالله ابن احمد ابن حنبل میگویند که من به پدرم گفتم که، یعنی پسری عبدالله ابن احمد ابن حنبل، عبدالله پسری احمد ابن حنبل به پدرشون صاحب مذهب احمد ابن حنبل میگویند که من گفتم که قوم های هستند که میگویند که جن به انسان داخل نمی شود. امام احمد به پسرشون گفتند که ای پسرم، ای پسرچم، اینها دروغ میگویند، بلکه جن به انسان داخل می شود و از زبان انسان صحبت میکند. و ابن تیمیه رحمه الله معلق به این سخن میگن که این مشهور است، یعنی مشهور است سخنی که احمد ابن حنبل گفتند، این سخن مشهور است، چرا که در بعضی حالات این به انسان جن داخل می شود و جن از زبان انسان سخن میکند و در بعضی حالات ها به بدن انسان میزند، یا که در بعضی حالت ها به بدن انسان چنان سخت زده میشد که همون انسانی که جن زده است، اگر به یک انسانی جن زده به جن زده به انسان ساق و درست زنید، این انسان شاید وفات بکند، اما به انسانی که جن داخل شده است شما میزنید که این انسان حتی حس نمی کند. تصور این عمل را فقط با این میفهمید که در حقیقت جن در درون اون وجود دارد، یا که عملهای را انجام میدهد، یا که قوه زیاد و سخت دارد. و البته در این مسئله کتاب ها نوشته شده است و حتی از ابن تیمیه رحمه الله در این مسئله سخنهای زیادی را علما جمع کردند و کتابی را یعنی جمع کردند. بارک الله فیکم. پس از امام های اهل سنت و الجماعت هیچ کسی نیست که داخل شدن جن را به بدن انسان انکار میکند، و هر کسی که این عمل را انکار میکند، یعنی داخل شدن جن را به انسان انکار میکند، به تحقیق شریعت را دروغ شمارده است و دلیل بر خود ندارد. بارک الله فیکم. پس این بود مختصری سخن در این مسئله. بارک الله فیکم. و با همین این مسئله را به پایان میرسونیم.